من آماده شید بریم هم لباس مدرسه رو بگیریم هم وسیله. البته خب ما همه از رگ گرد دارم به ما نزدیک‌تره، ولش کن بریم. چون خیلی زود بود تصمیم گرفتم برم پیش دوستم، چون اونم مثل من تنها بود خونه. بعد قبلش تصمیم گرفتم برم دوش بگیرم. آره دوش گرفتم. سیسو بدم براتون بگیرم، خیلی سربل نشد. لباسم پوشیدم، منتظر بودم موهام خوش بشه که تصمیم گرفتم چتریامو شروع کنم و دیدم نه خوب نمیشه، اصلا خوب نمیشه اینجوری، نه. بعد همچنان منتظر انتظار بالاخره رسیدم پیش دوستم. چطوری؟ یکم مسخره بازی در آوردیم و اینم منم دوستم رفته که دعا کنه خوب شم انشالله. و برگشتم خونه دیدم بانی اینجوری خوابیده، بانی چقدر سگی بود، خیلی بامزه خوابیده بود، خیلی خوشم آمد. بعد نشستم کیک خوردم. آره دلتون نخواد. بعد اینجا مامانم زنگ زد گفت بریم لباستو بگیریم. بعد اینجا دلسر خوردم دیگه، سیس گرفتم براتون. اینجا داریم میریم به سوی چیز. بعد دوباره برگشتیم خونه، تصمیم گرفتم لنز بذارم که این چشم اوکی بود، ولی یکی قرمز شده اصلا، یعنی میسوخت در حد نمک. بعد یادم رفت اونجایی که وسیله‌مو خریدیم به فیلم بگیرم، برای همین از اینجا فیلم گرفتم. بعد دیگه اینم تو راه بودیم. آقا هم اینجا آهنگای ترند اینستا رو میذاشت، خیلی خوشم اومده بود، حال کردم. آره دیگه خلاصه اینم از منظره بیرونه. همچنان نگاه کنید چه خوشگل بود خیابون. و اینجا خرزق شدم در حد مرگ، نمیدونم چرا، خیلی سرم هفتم میرم. آره اینم کیفم بود. بعد اینجا هم با صدای زنگ گذاشته بود آهنگر رو، خیلی خوب بود، بردم پشت که بهتر بشه. بعد اینجا یکم مسخره بازی در آوردم چون حسنم سر رفته بود. بعد خوده یکم رقصیدم از ذوقم. بعد دیگه وسیله‌ام اومدن همینجوری نشون میدم بهتون. دفتر روان نویس، دوباره دفتر، همچنان دفترهای خیلی کیوتی داشت. دفتر زبان اینم گرفتم. دفتر زبانم 100 برگ بود، در قرار پاره بشم امسال. آره خلاصه اینم بطریم بود که توش یه برچسب داشت، اونم ضد بود، خیلی بال بود، چسبوندم بهش. و بعد دیگه مسخره بازی در بودم، با بطری درگیر بودم که این بندش نمیرفت، این لامه هاش. آره اینم غلطگیر رو چسب و پاکن این وسیله ریزایی ها. بعد اینم گرفتم پایه مثلا گوشی باشه به عنوان مثال. آره اینم چسب و پیکسل همچنان پیکسل، خیلی پیکسل باحالی داشت. بعد اینم خورده کاری و اینا. بعد رفتم کیفم آوردم نشون دادم، کیفم خوشگل یادم بهم، ولی خودم خیلی خوشم اومد. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. لایک و فالو و سابسکرایب یادتون نره. خدافظ.